سراغ جنس قفس‌ها. جنس قفس‌ها بهتره که بهترین چیز گالوانیزه است، ولی با توجه به اینکه قیمتشون خیلی بالاست فعلا برای بچه‌های سنتی توصیه نمی‌کنیم. ببین خیلی هم میگن خب بهتره، ما می‌خوایم اینقدر کار کنیم. شما با قوطی آهن هم میتونید تا 10 سال هم بهت کار میده، تا 15 سال هم قفس‌های قوطی آهن بهت کار میده. یعنی شما تا 10 سال 15 سال یا این بیزینس رو عوض کردین یا پیشرفت کردین و وارد فاز صنعتی و فازهای دیگه شدین. بنابراین بهترین حالت همون قوطی آهنیه که میتونید دست دوم هم تهیه‌اش کنید. بهترین حالت اینه که دست دوم بخرید، به خاطر اینکه هزینه‌های آهن و اینا بالاست. همه اینا رو میگم چون شما قرار از یک سالن شروع کنید با کمترین تجهیزات و بعد وارد فاز بزرگتر بشین. حالا میتونه لوله هم باشه، ولی بهترین حالت همون قوطی آهنه که معمولا قوطی‌های 2x3 3x3 مناسب هستن، ولی قوطی 2x2 خیلی ضعیفه، قوطی 4x4 هم خیلی سنگینه، آهنش سنگین میشه و به نظر من زیاد به درد نمیخوره. این از قفسه بندیمون. حالا میریم سراغ وسایل گرمایشی سرمایشی که شامل کولر اسپریت هست، کولر آبی هست یا کولر گازی، پنجره یا بخاری، با توجه به منطقه‌ای که زندگی می‌کنید. چون ما حالا از کشورهای مختلف هم از شهرهای مختلف کارآموز و افرادی داریم که از دوره‌های آموزشی ما استفاده کردن. شاید بیش از 1000 نفر از دوره‌های ما استفاده کردن و توی مناطق مختلف زندگی میکنن. با توجه به شرایط منطقهشون اون نیازها رو برآورده میکنن، با توجه به فصلی که میخوان کار کنن و شهری که زندگی میکنن کولر یا بخاری رو تهیه میکنن که خیلی ساده است، مثل همین کولرهایی که تو خونه داریم و مثل همین بخاریایی که ما توی خونه داریم استفاده میکنیم. این از سرمایشی گرمایشیش. و بعدش هم میریم سراغ رطوبت ساز. یک دستگاهیه که حالا توی ادامه ویدیو میبینید این رطوبت رو تامین میکنه که توی سایت هست. میتونید حالا اطلاعات کسب کنید در موردش، اینکه چقدر نیاز داره با توجه به ابعاد سالنتون مقدار، یعنی نیروی اون رطوبت ساز رو تشخیص میدید. مثلا برای یه سالن 60-70 متری یک اسب اوکیه. شما کلا یک اسب بگیرید چیز نرماله، هم میتونید برای کم استفادهش کنید، برای مکان کوچیک هم برای مکان بزرگ. مثلا اگه اتاق 40 متر باشه یا 30 متر باشه میتونید تنظیمش کنید. یه سری وسایل دیگه مونن که باید تهیه کنیم که معمولا چیزای کوچیکی هستن و هزینه زیادی نمیبرن، مثل کانال هوافن یا حالا سردوشی، دماسنج. یه سری وسایلی هستن که اینا رو توی ادامه بهتون میگیم و توی این ویدیو براتون به نمایش میذاریم که میتونید راحت اینا رو تهیه کنید. مهمترین چیز همون قفسه ها بود، سیستم گرمایشی سرمایشی، رطوبت ساز و مکان بود. حالا مسئله مهمی که داریم مواد اولیه است. خیلی اصلا نمیدونن مواد اولیه چیه، کمپوست چیه، چی هست. این مواد ببین کلا پرورش قارچ دو نوع سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری ثابت، یکی متغیره. ثابتش که همون تجهیزات اون بود، مکان و قفسه و کولر و بقیه چیزا. متغیر کمپوست یا مواد اولیه است. این مواد رو میخریم میذاریم توی سالن و بعد دوره 2 ماه به ما سود خالصش رو میده. این مواد اولیه رو میتونید از شرکت‌های معتبر بگیرید. خیلی ها مشکلشون اینه که از کجا بگیرن، که میتونید توی قسمت مشاوره ما سوال بپرسید و بچه‌ها بهتون شرکت‌های معتبر رو شماره نمایندگی رو بدن که بتونید این مواد رو تهیه کنید. حالا اینو چطور تهیه کنم، چقدر تهیه کنم، توی ادامه ویدیو بهتون میگیم. و اینکه شما اصلا به هیچ عنوان نمیتونید تشخیص بدید، یعنی با نگاه یا با هر چیزی تشخیص بدید که این مواد مرغوب هست یا نه. این فقط با تجربه ثابت میشه. مثلا شما نمیتونید برید مثلا نگاه کنید این کمپوست فلان برند خوبه، خاک فلان برند خوبه. اصلا به هیچ عنوان، فقط با تجربه که ما خودمون هم حالا با همکارا در ارتباط هستیم. مثلا اگه بخوایم برند جدیدی رو امتحان کنیم، حداقل از 10 سالندار معتبر ایران و شرکت سوال میکنیم که این برند رو استفاده کرده باشن، حداقل برای یه دوره 2 دوره یا 3 دوره اینو استفاده کرده باشن و نتیجه گرفته باشن. اون موقع ما این مواد رو تهیه میکنیم. پس حالا اگه در مورد انتخاب برند مسئله داشتین، حتما تو قسمت مشاوره ما پیام بدین، بچه‌ها کامل پاسخ میدن بهتون که کدوم برندها الان خوبن. مخصوصا خاک که خیلی مهمه، چون عامل بیماری هست. خاک داریم، یک کمپوست داریم که حالا تو ادامه محاسبه‌اش هم بهتون میگیم که چقدر من برای سالنم خاک و کمپوست تهیه کنم. مثلا برای سالن 40 تونی انتا کمپوست انتا خاک، اینا رو کامل تو ادامه براتون توضیح میدیم.